صراط مستقیم اشاره به مسیری است، اشاره به روشی است که اون روش هم مشخص است، هم قاطع است، هم مقاوم است و هم قائم، هم برپا خواسته است، هم مشخص و معین است و هم توان و استقامت به قدر کفایت در او نهادینه شده که بتواند این کار عظیم و شگرف رو انجام بدهد و بتواند که این محموله، این بار سنگین رو از آغاز تا پایان تحمل کند. راهی است که اطمینان است به آن راه، راهی است که فرو نمی‌ریزد، مستقیم است، هم برپاست، هم مشهود است، هم مطمئن است و هم مقاوم است. فرو نمی‌ریزد. اما عبور از این راه یکی از شرایطش این هست که شخص ممکن است که همه خلقت و همه بشریت رو نتواند با خودش در این راه همسفر کند، اما نیت باید نیت همسفر کردن نوع بشر باشد در این مسیر، و الا نام این راه هدایت نیست. و دعای تو برای رسیدن به این راه و پیدا کردن این راه باید نیتی باشد که برای بشریت هدایت مطالبه کنی. اگر چنین باشد اعمال و رفتار تو برای رفاه و برای نجات بشریت خواهد. یعنی از آغاز کار اگر توجه کنیم، همین تفاوت بین من و ما، تفاوت بین اهتنی و اهتنا، اقیانوسی از مفهوم و معنا در دل خودش داره که اصلا هدایت چه معنایی میده. مگر میتوانی تو هدایت بشوی وقتی در ذهن تو هدایت فردی مطرح است؟ مگر میتوانی تو هدایت بشوی در این صراط، در این مسیر، در این راه که این راه از بشر ساخته شده؟ این رو بار اولیست میشنوید. این راه، این مسیر از بشر ساخته شده. ذره های خاک این راه بشریت است. یعنی آدم ها هستند که این راه رو تشکیل میدن. و اگر بشر نباشد و آدم ها نباشند، راهی وجود ندارد. راه در خلأ وجود ندارد. مجموعه انسان ها و مجموعه حرکت انسان ها راه رو تشکیل میدهد. به این لحاظ است که قرآن به ما میگوید که هدایت تو هدایت بشریت است. لااقل در نیت تو باید هدایت بشریت باشد. حالا ما اگر بخوایم هدایت بشویم و دعا میکنیم که ما را بشر رو هدایت کن، اون وقت شما میتوانید که یک یتیم رو به حال خودش بگذارید، یک مستحق رو، یک مستمند رو به حال خودش بگذارید. اون وقت شما میتوانید که 90% از سرمایه ها و امکانات کره زمین رو در اختیار 80 تا آدم قرار بدید و بقیه دسته دسته
آواره و سرگردان باشند و اینها قرار است که هدایت بشوند. یعنی وقتی اقدام من به این است که من 2 میلیون 3 میلیون یتیم در افغانستان تولید میکنم و بعد به درگاه خدا دعا میکنم که من رو به راه راست هدایت کن، آیا امکان داره که من در مسیر مستقیم حرکت میکنم، من دارم هدایت میشم و اعمال من مهتدی که دارم هدایت میشم تولید 3 میلیون یتیمه؟ این نتیجه هدایت من است. یعنی مهتدی وقتی که به اوج هدایت میرسد، نشانه این که من هدایت شدم جامعه است که به وجود آوردم. فهم این موضوع که هدایت نمیتواند یک امر فردی باشد. یعنی چه که من هدایت شدم؟ یعنی چطور شدی که هدایت شدی؟ هدایت شدن تو به چه دردی میخورد؟ اگر نسخه هدایت این باشد که نتیجه اعمال تو مهتدی تولید فقر و بیسامانی و افراط و تفرید در جامعه باشد، این چه هدایتی است که خدا به اون افتخار میکنه؟ بحث درباره عدم امکان فردانیت هدایت یک مبحث نسبتاً پیچیده است که باز هم موکول میکنیم به زمان دیگر. در اینجا همونطور که عرض کردم من پاسخ سوالی رو ندارم، ولی این توان رو دارم که تلنگری به ذهنیت شما بزنم که این کتابی که در مقابل شماست به بازی نگیریم و یک قدری عمیق‌تر در این کتاب نگاه کنیم. سرسری از روی مطالب او عبور نکنیم. اول کار وقتی ما راجع به هدایت با خدا صحبت میکنیم و از او میخواهیم که ما رو به راه راست، به راهی که هم مستقیم است، هم برپا شده است، استوار است، قائم است و هم قیم است، نگهدارنده است و هم قدرت هدایت دارد. اگر تو از اختیارت استفاده کنی و شروع به قدم زدن و سلوک کنی روی این راه قدرت این رو دارد که همه بشریت رو روی خودش بپذیرد، مستقیم به اون معنا. حالا این سوال مطرح می شود که این راه که هدایت می کند به چی هدایت می کند؟ ما رو به چی هدایت می کند؟ ما را به راه راست هدایت کن. هدایت به معنای نشان دادن و آشکار کردن راه است. اکثر ما فکر میکنیم که هدایت معنی این میدهد که خدا تبدیل میشود به یک اتومبیل، ما سوار این اتومبیل میشویم و به مقصد میرسیم. راه یک وسیله است برای رسیدن از نقطه الف به نقطه ب. این مسیر و این راه علالقاعده در ذهن ظاهر ما از ما پوشیده است. وقتی که ما تقاضا میکنیم از خدا که راه رو به ما به همه نشان بده، هدایت نشان دادن است. هدایت این نیست که
خدا حامل شما بشود و شما رو روی شانه خود بگذارد توی مسیر حرکت بدهد. خدا اتوبوس نیست، خدا وسیله نقاله نیست، خدا آدرس به شما میدهد. از یک کسی میپرسید خیابان پنجم کجاست؟ میگه اینجاست. من تمام شد. تویی که باید به اون خیابان برسی. وقتی محل اون خیابان رو پیدا کردی، از اختیارت استفاده کنی و قدم برداری تا به اون مسیر برسی، تا به اون جاده، به اون راه برسی. آدرس راه رو خدا به من بده، به ما بده. حالا این سوال پیش میاد که مقصد این راه کجاست؟ حالا آدرس رو گرفتیم، هدایت شدیم، رفتیم در راه قرار گرفتیم. حالا باید قدم بزنیم، حالا باید راه بریم، حالا باید عمل کنیم. هدایت فقط این نیست که از ما سلب اختیار بشود و ما به مقصد برسیم. جادویی در این کار نیست. شما از خدا آدرس صراط مستقیم رو میپرسید، از روش سوال میکنید که من چه روشی اتخاذ کنم که به پایان این راه برسم. و خدا به شما میگوید که این روش رو اتخاذ کن، یا به عبارت دیگه این آدرس صراط مستقیم است. خود دانی، میتوانی بروی برسی، میتوانی نروی نرسی. صراط مستقیم وقتی ما آدرس میگیریم، از اختیارمون استفاده میکنیم و در این راه شروع میکنیم به راه رفتن تا به مقصد برسیم. مقصد صراط مستقیم رسیدن به عدالت اجتماعی است. قرآن هیچ ادعای دیگری ندارد جز این که تو رو هدایت کند. هدایت هم از تو سلب اختیار نمی کند، به تو اطلاع می دهد که خیابان پنجم اینجاست. ما در زندگی معمولی هم از افراد میپرسیم که ببخشید آقا بیمارستان کجاست؟ من مریضی دارم، عجله هم دارم، بیمارستان کجاست؟ میگه از این دست چپ میری، میپیچی دست راست، میپیچی فلان، ته اون خیابون بیمارستان است. تمام میشه. این تویی که میتوانی به اون بیمارستان مراجعه کنی، میتوانی به جهت دیگه بری. پس هدایت نشانی دادن راهی است که نقطه الف رو به ب وصل میکنه. نقطه الف جایی است که تو هستی، نقطه ب جایی است که خدا میخواهد که تو باشی. نقطه ب رسیدن به عدالت اجتماعی است، لا غیر. بنابراین اون چه که قرآن ادعا می کند که من دارم، میگوید که من آدرس راهی که به عدالت اجتماعی میرسد دارم و اعمالی که تو باید انجام بدهی در این مسیر، اون اعمال رو هم میتوانم به تو بیاموزم. کار قرآن تمام می شود. قرآن نه به تو تعریف نجوم می کند، نه معجزه‌ای دارد، نه چیزی است که نفهمی تو که چه چیز است. نه راجع به اتم صحبت می کند، نه راجع به علم صحبت می کند. قرآن وظیفه ندارد که درباره علم صحبت بکند. این کتاب تو رو هدایت می کند به لزوم و به منطق سفر در این مسیر که تو همراه با دیگران به عدالت اجتماعی برسی. این است که بعد میپرسند که قرآن چرا میگوید که چنین کن و چنان کن
و بعد از قرآن ایراد میگیرن که قرآن علمی نیست. قرآن قرار نیست علمی باشه. قرآن در اون چیزی که ادعا میکنه اکمل و اتم، اکمل هست در هدایت، اکمل نیست در آموزش ستاره شناسی. البته قرآن اشاراتی به این موضوعات داره به عنوان کمک و امداد تو برای درک حقانیت مسیری که درش حرکت میکنی. ولی قرآن فیزیک کوانتوم به کسی درس نمیده، قرار هم نیست که اون علم رو داشته باشه. قرآن وظیفه داره که راه مستقیم رو به من و تو آدرس بده که کجاست این راه، و به ما اطلاع بدهد که توشه راه تو رو خدا فراهم کرده. تو امکانات داری که به راه مستقیم برسی، به صراط مستقیم برسی، اما اون با توست که میخوای قدم برداری یا نه. و بعد طبیعت این راه و هدف این راه چیست که با این ابزاری که در اختیار تو گذاشته خدا بتوانی که در این راه سفر کنی و نتیجه سفر در این راه و رسیدن به نقطه ب از نقطه الف اعمال و رفتاری است که بیاموزی و اون اعمال و رفتار رو به کار ببندی و از فرمان خدا در انجام اعمالی که منجر به رسیدن به پایان راه می شود. و پایان راه یعنی ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه، که عدالت اجتماعی با خودش آسایش، امنیت، امکان اینها رو به وجود میاره. یعنی شما در یک جامعه‌ای زندگی میکنی که بین افراد ارتباط و اتصال معنوی و مودتی وجود داره و به این مناسبت به جای دشمنی در بین مردم دوستی و محبت وجود داره، امنیت وجود داره، امکان و ثروت وجود داره، برابری و معدلت وجود داره. برای قرآن تنها ادعایی که داره این است که این صراط مستقیم تو رو به چنین چشمه‌ای میرساند، به چنین پایانی میرساند، پایانی که جامعه معدلت پذیر نمیتواند یک نفره باشد. به همین مناسبت از خدا میخواهیم که این آدرس رو به نوع بشر بده که بشریت همه یک آدرس داشته باشند که با نیروی اختیار و امکاناتی که به اونها داده شده خود اونها قدم بردارند و در این مسیر حرکت بکنند.